سلام علیکم. آقا شیرین چی حال داری؟ ببخشید من دستم برو بنده خوب کسی خوب است ساعت خوب نباشه رفیق نه تو مدینه بخدا نه بیادرم پیش قلا فیلم خانه جان آقایا یعنی هم خانه آمی جانی هم باش بینیم کجا میری؟ استاکو این سنگ است که تو یک وقت ما بیامدیم اینجا میشیشتم اینی برج هم هستش اگر بزرگ ماست نه؟ من نمیفهمیدم با من گفتم خوب اصل خب ما اینم اینجا رفتیم دیگه در قلعه برج مامور کنه یعنی این هم مربوط ما بوده مرچت کندن کرد این چیز چاله اسکندرون سرکی سنگ از کدام زمان کاره دست این سای که نمی تو میره دیگه مزار یاسر یگان دفعه زمستان بگی بچه پدر فیلم بگی بگیره زمستان که باز چی میکنن مثلا آب زیاد ضرورت نیست بر زمین ها از عبدالله چایش دو باغش هست باز اینم سر پایپ دو بین از جوی میمونه باز دیگه او میازی برای مصرف خانه شلوا کی است اینجشته واه زن بچه عبدالله عروس عزیزالله کابل آمدنی این پتی به نظر من یک قطعه در ذهنم بود دیدم بخی همینجا فامیلی کلشان آمدن 3-4 روز یه دو شناس یا اونو این تو لب سرک از محمدالله اونجا نقای هست اینی دو تاش از ما دو تاش از شما از شما و فکر کنم آقا شیرین یا یک جای یک پتی اینی برادر اینی دو تا پتی کچالو کش شده نمیفهمتی خدمتی است من نه حال خود این ویدیو خیلی کلان معلوم میشه ولی حضورا خیلی ریزه است قطع شده به چه فیلمه نه چیزش کدام چیزه چی میکنش پاک دفعه آفتش پایش کارتا اوکی بزن میگه جای دیگه نمونده کارتش پر شده ماما با شما در مال داشت داریم که گوسفند اینجا رسم و رواج موضوع گرفتن چوبان گرفتن نیست بیتیم آقا پشت بی سر کی؟ آقا اونو وقت که گفت گاو بسیار کلان بود یار عبدالله رو جواب داد که نه از ما رو کشتی پارسال خد ما رو کشته بود از شما رو حاجی با جوابش داد مجگان گفت حتما از اماست هر کی باشه من یعنی میرم باغ سیب عبدالله است سیب اونو علوای خود زدن این اینجا یک وقت باغ زردالوی چیزی ها بود شاگل زردالوی جالب بود اینجا شما صاحب میشه واقعا غصه بازی میکنه بابا هم دفت کشیده بودیم اونجا بود زردالوی رسیده بچه یاسر میبینی برو بگو میرم ماله با خدا از سخی من فکر میکردم کیوی از اینجا تا اونجا خانه شما میگفتم او تا اونجا راست نه علم در داخل ازی که بودی خیلی کلان است نه خود از ذهن اشتوکی من خیلی کلانتر بود اگر من خیلی کلان بود پتیا کسی که نمی جمع نمی زمین ازش هست یعنی میگه 4 دقیقه خراب در پالی خانه هیچ مشکل نیست سر بام هم یک تخت بزن برای ششتن کلگی پیرک هوا داره سرجی سه کن شهر غزنی معلوم میشه دی اونو شهر غزنی است اونو اون کوی گیرو ای کوی بلند او نفران است که 4 تا که در اونجا بود نه از اول قدیم چی هست سنگ است نه سنگ است حالی هست اون یکی دیگه همونجا نرفتیم ولد اون در آخر کو که در غنای فلقمان بازی بود این بو امیر رو آب که دیدی اونجا این امی تو میره بالا این از اینجا میایه خو این کار نشده خشک شده کاریز بود زمین از میاره اونجا با کلگ میخورد یک وقت که ما از اینجا تیر میشدیم اینجا یک دانه سر چای اینجا بود شور نه بیادر کاریز خودش چپن شده دیگه بشقلا از بین رفته دیگه اینا کار نمیشه کرد اینا دوب شده گپ یگان
این یار کی گندم کشته بچی چای همه اونجا از دفتر ای کی هست؟ اولادی از ای زردالوا را بود اینا رو کی کشته؟ کدام؟ این یا یارو دیگه دمی پسانو کشاندن یا مقدر شده کاکرالا خود فکر آمده پشمانه تا کجا چطور بود؟ او خوب بگم بری داره که بری دونه بری خوب این زردالو دایی پسانو شانده شده یا نبود من دفعه آمدم یا غوره بود کم خوردیم ما کسایی که میبینن این رای چیز است باغ کلان اینجا شما زیاد اینجا شما اینجا بود نه؟ اینمی باغ کلان باغ لالاگولی بود پیش ما بود کچلو واسه میگن یادم از اینجا اینجا پس خلام و پیاده مکتب برو پس اینجا لالا اینجا به جسم من میره ایره کی زده؟ چا زده؟ کی زده ایره؟ شما باید یک کمپاین کنه یارتا چا بود ایجی؟ ماما اگه باد باید حساب اینمی که اصل نسل ما این از زمین داشت ما یک قوانس میگیریم گفتم شما یک باید کمپاین کنین طلای بالا را طلای نظر ما؟ میره همین کسایی که میاد سوزادگاهش باشه گفتم یک کمپاین باید بکنه که کلایی وادار شده والا فکر کنم بیایه ایره چارا کی زده سخی؟ اولیزم کاریز نیست؟ نه خوی دامیش است زده دم سر چارا زده زمان نبود اگه نه ماما از باد باید سال 3 دفعه بیایی وزنی این درخت ها ما اون سال پارسال که آمده بودیم از زردالو میخوردی؟ زردالوا از ما بود حال پیش ما فامیل بود عزیز ششته این ده صبحانه رو خوردیم ما هم برای خود دگمه کلا ارده بودیم کباب مواد یاسر یک اشتباه شد اگر شما خبر نشدم پلان آمدن ما شما 5 شنبه میکردیم دیروز من همیشه که میایم صبح 5 شنبه میایم جمعه رم اگر مکتبی میایم دلش جمع است از کل رقمی این روز جمعه رم هستیم روز جمعه دیگر حرکت میکنیم همیشه پلان 5 شنبه بکنیم 5 شنبه صبح که بیا دیگر جمعه برو حتی می چاشتم که بیایی پنج شنبه پیشمون که حرکت کنیم برادر ما حالی که بخیر رفتیم کابل ما یک دفعه دیگه بیام 2-3 روز اینجا میشیم والله قلاب دیدیم کسایی که کمیس گذشته ولی دیدیم ماما بعد از 3 شنبه بعد مکتب های من خلاص شد ما بیاییم امیر 3-4 روز بشیم ما عبدالله اجازه ما این هر